سحر خود شما میفهمین که این سحر و جادوی گپاست، یک بحث بسیار. کسایی که پیش فالبین میره، امیرم به خبرتان میگم که کسی که پیش فالبین میره اول خود فالبین لالا کافر است. انال فالبین چرا کافر است؟ فالبینه که میگه من روی تاله میبینم، فالبین کاهن صاحب به خاطر چی ادعای علم غیب میکنه. مثلا میگه بگیم او فلانی خان آجی صاحب با که یک فال تا ببینم اینه بخیر 6 ماه بعد یک زن میگیری بزد استاد راسخ تو دیگه خوشحال اینه منتها یک گپ است که ستاره تو اویست از او آتشیست. من برای تبدیلش میکنم، یعنی تقدیرتان چی میکنم؟ تبدیل میکنم. انال این نفره که این ادعا را میکنه علم غیب ادعا کرد نکرد، تغییر تقدیر ادعا کرد نکرد. الله تو را بچه میتم، دختر میتم، من بعد بچه میسازم، یک تاویز بچه میتمد. فهمیدی یعنی؟ انال چی شد؟ این کافر شد به خاطر که صفت از صفات الله را به خود چی کرد؟ نسبت داد. و وقتی که این نفر بهش گفت آفرین بگی اینی 500 را حالا دیگه چی میگه؟ حالا دیگه سوال میگه بگی در مسجد مصرف کنه. خب میدونه بگی اینی 500 را من مثال میگم به حساب جادوگر. این چی کرد؟ این میگه اقرار به چی شد؟ اقرار به زبان کرد نه خوب گفتی جادوگر سه. و اینی 500 را بگی تصدیق، اقرار به زبان کرد، تصدیق در قلب کرد و 500 را که داد عمل بالجوارح شد. صحیح شد نه؟ پس کسایی که پیش فالبینا میشنن مطلقاً کافر میشن.